بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما همراهان عزیز. خیلی خوش اومدین. امیدوارم که لحظات بسیار خوب و مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم. در سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که در روش‌های آموزش تخصصی فنون تلاوت و حفظ قرآن کریم انصافاً پیشرفت‌های خیلی خوبی شکل گرفته و نتیجتاً امروزه می‌بینیم که تعداد قاریان خوشخوان و حفاظ مسلط ما بسیار بیشتر شده و از این بابت خدا رو بسیار شکر می‌کنیم. اما یه موضوعی که به نظر میرسه اونطور که باید خیلی بهش پرداخته نشده مباحث تربیتی هستش و اصلا به وجود اومدن این دوره‌ای که الان ما در خدمت شما هستیم به همین منظور هست و دعوت کردیم از استاد عزیزی که سالهاست دارن در حوزه‌های تربیتی فعالیت میکنن، کارگاه‌های مختلفی رو در شهرهای مختلف کشورمون برگزار کردن، کتاب‌های مختلفی رو در زمینه تربیت قرآنی تألیف کردن. با افتخار در خدمت جناب استاد علیرضا لطفی عزیز هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. علیکم السلام. و همه دوستانی که از طریق رسانه در خدمتشون هستیم. امیدوارم جلسات خیلی خوب و مفیدی رو با هم دیگه داشته باشیم. انشالله. شما قاری قرآن هم هستید؟ بله، یه دوران نوجوانی قرآن هم میخوندم. حفظ چی؟ حفظم یه چند جزئی حفظ کردم عالی. تو دوران جوانی. خیلی برای ما اهمیت داشت از کارشناس قرآنی استفاده بکنیم که خودش آشنا باشه با مباحث تخصصی تلاوت و حفظ قرآن کریم، به این خاطر که چالش‌های این حوزه ها رو بهتر بشناسه و انشالله بتونیم ما بهتر از محضرشون بهره مند بشیم. آقای لطفی عزیز، ما در حوزه های تخصصی و فنی آموزش تلاوت و حفظ تقریباً یه سیر مشخصی داریم. مشخصی که افراد باید از کجا شروع بکنن، چه مباحثی رو بگذرونن و به کجا برسن. آیا میتونیم سیر مشخصی در خصوص مطالب اخلاقی و تربیتی داشته باشیم؟ اگرم بشه ویژه قاریان و حفاظ که دیگه نورون علی نور. بله حتما میتونیم و به نظر من یه ضرورته، نه فقط توی قرائت و حفظ، بلکه ما در دنیای امروز برای همه مشاغل، چه پزشکی، چه مهندسی، چه حسابداری، اینها یه درسی رو میگذرونن تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای. یعنی یه پزشک علاوه بر اون مهارت شغلی که کسب میکنه باید نکات تربیتی رو هم یاد بگیره که مخصوص کار پزشکیه. چرا؟ برای اینکه اون رابطه انسانی موضوعیت داره. یعنی پزشک فقط نمیخواد بیمار رو جسمش رو درمان بکنه، یک رابطه انسانی اینجا برقرار میشه. یا مهندس هم همینطور. یعنی مسائل اخلاقی و وجدانی اگر نادیده گرفته بشن، اون مهندس کامپیوتر میتونه خطرناکترین انسان باشه. این اهمیت توی بحث حفظ و قرائت قرآن اهمیتش 100 چندانه، چون مردم درست یا نادرست انتظار دارن که یه حافظ قرآن، یه قاری قرآن که میاد آیات قرآن رو برای مردم میخونه خودش پیش قدم باشه در عمل به مسائل اخلاقی. اما متاسفانه تو این زمینه همونطور که شما به خوبی اشاره کردید ما سیر مدون و مشخصی، البته افراد زیادی بودن که زحمت کشیدن کار کردن، اما یه سیر مشخصی که مثل آموزش تجوید، بگیم تجوید مثلا سطح 1 2 به این صورت نبوده. متاسفانه نبوده و آفت‌های مختلفی رو ما امروزه می‌بینیم که ایجاد شده. به طور مثال آقای لطفی، من همیشه نگران این موضوع بودم و هستم که یک فرد بسیار خوش صدا و تربیت نشده، چون ما تربیتش نکردیم، ما کمکش کردیم خوب قرآن بخونه، تجویدی قرآن بخونه، اما ما تو درسی که بهش دادیم نگفتیم تربیت قرآنی برای یه قاری چی هست. بله، چون اون بیاد خیلی زیبا قرآن بخونه و اثر معنوی بر مردم بگذاره، اونجاست که میره زیر ذره‌بین رفتارش، شخصیتش، و اگه رفتارش غلط باشه میشه ضد تبلیغ. احسن. یعنی ممکنه یه آدم عادی بیاد یک خطایی رو انجام بده، یک اثری داشته باشه، همون خطا رو دقیقاً یک قاری قرآن خوشخوان یا حافظ مسلط انجام بده، اثر منفیش به مراتب بیش از اون آدم عادی خواهد. بله، حالا این مثالی که فرمودید آسیبیه که قاری تربیت نشده به دیگران میزنه. خیلی از آسیبا رو به خودش میزنه. مثلا شما میدید یه نوجوانی که میخواد بره مسابقات قرائت،
آشفته میشه. یعنی میخواد بره بخونه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها آروم میشه با یاد خدا. اما این مجبور میشه که قبلش مثلا قرص ضد اضطراب بخوره که بره با آرامش امتحان رو پس بده. دقیقاً. اخیراً مسابقات فینال اوقاف در سطح کشوری داشت برگزار میشد و در مقطع زیر 18 سال من توفیق داشتم به عنوان استاد راهنما در خدمت بچه‌ها بودم. یه میزی برای ما گذاشته بودن اون پایین سن، بچه‌ها یکی یکی میرفتن میخوندن و میمادن پایین. موضوعی که حالا طنز تلخ شاید باشه اینه که هر کسی آقای لطفی میرفت قرآن میخوند میومد پایین، واقعا نگاه مثلا رفته وسط رینگ بوکس، اینقدر به هم ریخته میومد پایین. یا مثلا چند وقت پیش آقای لطفی پدر یکی از بچه‌ها که بچهش حافظ کل قرآن، مسلط و مدرک حالا معتبر و اینها، اومد پیش من گفتش که آقای مهرابی فرزند من کلا ناامید شده. گفتم فلانی؟ گفت آره. گفتم چرا؟ گفت چی به جایی رسیده که میگه چرا من باید اصلا حفظ کنم، مرور بکنم، اینقدر سختی بکشم، به حس پوچی رسیده. ببین اینا همه مسائلی که شمردید و مسائلی که جلسات بعد خواهیم گفت به راحتی قابل حله، به یه شرط، به شرط اینکه ما در اون سیر آموزش قرا و حفاظ از همون اول بحث تربیت قرآنی رو جدی بگیریم، نقشه تربیتی داشته باشیم از همون اول. چون وسط راه یا چند سال اون فرد رفته قاری شده، حافظ شده، یه مقداری سخت میشه چون شخصیتش شکل میگیره. ولی اگه ما از ابتدای راه تربیت قرآنی رو جدی بگیریم خیلی کار آسون و لذت بخشی میشه. بسیار عالی. من یه نکته ای رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. خدا میدونه که امروز من خیلی خوشحالم، به این دلیل که سالهاست از آقای لطفی عزیز ما خواهش میکنیم آقا یه وقتی به ما بدین که یه همچین اتفاقی بیفته، یه کار ویژه‌ای برای قاریان و حافظان عزیز انجام بشه. چون هم من میدونم هم شما عزیزان میدونید که همه ما دردمندیم نسبت به خیلی از این چالش‌ها و اتفاقات و آفاتی که باهاش مواجه هستیم. خب آقای لطفی عزیز چه باید کرد؟ در خدمت شما هستیم. ما تو این دوره به نظرم خیلی خوبه که چند تا توصیه تربیتی خیلی مهم به زبان ساده خدمت دوستان عرض بکنیم. قبلش من چند تا نکته رو لازمه که تذکر بدم. اول به دوستان نوجوان که شما کوچیک نیستید، شما بزرگید. الان وقت شنیدن این حرفا برای شماست و اگر یه نکته‌ای، یه کلمه‌ای به نظر شما پیچیده میاد، بیشتر تلاش بکنید، از معلماتون بپرسید و تسلیم نشید. الان وقت شنیدن توصیه‌های تربیتی. نکته دومی که می‌خواستم از شما درخواست بکنم، چون میدونم که در زمینه قرائت قرآن و حفظ قرآن سالها با نوجوانها کار کردید و درس تربیت هم خوندید و به نظر من میتونید کمک کنید به تنوع این جلسه و ساده سازی این جلسه، به نمایندگی از نوجوانها کمک کنید که بتونیم مفاهیم رو ساده تر ارائه بدیم. و جایی هم که من کوتاهی توی عرایض من بود شما تکمیل بفرمایید. من قطعا خیلی اوقات خیلی حرفا میاد به ذهنم ولی نگران این هستم که فرمایش شما بخواد قطع بشه نه با هم متنوع میشه دیگه، بحث اون متنوع پیش عذرخواهی میکنم. سلامت بشه. یه نکته دیگه ای که به نظرم لازمه تو همین ابتدای کار به خودم و همه شمایی که این فایل ها رو میبینید توصیه بکنم اینه که حتما با روحیه یادگیرنده با این مباحث مواجه بشید. یعنی فرصت برای انتقاد کردن هست و انشاءالله ما از انتقادات هم استفاده خواهیم کرد توی کارهای بعدی، اما حیفه که ما محروم بشیم و اول بریم سراغ نقد کردن و خدای نکرده عیب جویی. بیایم یه چیزی یاد بگیریم و حرفا رو به خودمون بگیریم و توسعه ندیم بحثو به دیگران، حواس خودمون رو پرت نکنیم، حرفها رو به خودمون بگیریم و مربوط به خودمون بدونیم. این خیلی به نظر من کمک میکنه. آقا به نظرم خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودن. در طی این دوره ممکنه صحبت‌هایی مطرح بشه که بعضیا ذهنشون بره سمت این که بله متاسفانه جامعه قرآنی خیلی بد شده، مسئولین ما اینطوری اونطوری، قاریان نه آقا، اگه بنا باشه با این روحیه مواجه بشیم با این دوره، فکر میکنم به دردمون نخواهد خورد این محتوا. آفرین. حالا بریم سراغ نقشه راهمون تو این جلساتی که در ادامه خواهیم داشت. ما میتونیم از دو روش استفاده کنیم. روش اول اینه که ما بیایم چالش‌ها و مشکلاتی که قرا و حفاظ دارن رو تو هر جلسه یکیشو مطرح بکنیم، بعد راهکار ارائه بدیم. مثلا بگیم که قاری قرآن تو مسابقه اضطراب میگیره، چیکار کنه اضطراب نگیره؟
یا حافظ قرآن انگیزه‌شو وسط راه از دست میده، چی کار کنه که این انگیزه رو از دست؟ یا مثلا قاری قرآن وقتی یه قاری خوشخوان خوش صدا میبینه احساس کمبود و احساس حقارت ممکنه بکنه. هستن دیگه تو جامعه این مشکلات هست. یه روش اینه که یکی یکی اینا رو مطرح بکنیم تو هر جلسه و بهش جواب بدیم. اما یه روش دومی هم هست که من این روش رو میپسندم، اینه که ما بیایم توصیه‌های عمومی و پایه تربیتی رو اول بگیم، توصیه‌ای که به درد همه قاری‌ها و حافظا میخوره، بعد بریم سراغ اون چالش‌ها که کار خیلی خیلی ساده تر میشه. یعنی توصیه‌هایی که خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل و این چالش‌ها مرتفع بشه و نه تنها این چالش‌ها مرتفع بشه، تو زندگی هم بتونیم ازش استفاده بکنیم. بله، یعنی اون قاری و حافظ میتونه توی تحصیلش از این توصیه‌های تربیتی استفاده بکنه. یه وقتی یه ورزشکار، یه دانشجو بیاد از همین توصیه‌های عمومی برای داشتن یه زندگی بهتر استفاده بکنه. بعد میریم سراغ چالش‌هایی که مخصوص قاریان و حافظان هست. بسیار عالی. شما اشاره کردین ورزشکار، من ذهنم رفت سمت مهران برخورداری. بله، برخورداری کاپیتان تیم ملی هستن در ورزش تکواندو و خب اخیراً لطف خدا در مسابقات المپیک نایب قهرمان جهان شدن و بسیار از جناب استاد لطفی عزیز استفاده کردن. ما از ایشون اجازه گرفتیم. قرآنی بله ما از ایشون اجازه گرفتیم آقای برخورداری که این مبحث اینجا مطرح بشه و هدفی هم داریم از این موضوع. از ارتباطتون با ایشون میشه بفرمایید؟ ایشون قبل از المپیک با من تماس گرفت. ظاهرا خب فشارهای زیادی روی ایشون بود، 5-6 ماه مونده بود به المپیک. خب راستش من یه مدت تقریبا 6 تا 7 ماه قبل از مسابقات المپیک هم بود که به خاطر خب فشار زیادی که مسابقات داشت و اتفاقایی که تو مسیر برای من افتاده بود، تو مسیر مسابقات و مسیر کسب سهمیه، واقعا از لحاظ روحی و روانی نیاز به یک کمک داشتم واقعا و نیاز به یک نیروی قوی‌تر و کسی که بتونه منو راهنمایی کنه. خب خیلی اتفاقی واقعا میشه گفت تو فضای مجازی داشتم مثل همتون که قطعا این کار رو کردید، تو اکسپلور میچرخیدم و یه با پستی برخوردم که در مورد بحث تربیت قرآنی بود و برای اولین بار بود که یه همچین چیزی رو میدیدم و باهاش روبرو میشدم و دیدم که یه چیز خیلی جالب که به شیوه قرآن داره بحث‌های مختلف مثل تربیت ذهن، حالا تو کارگاه‌های مختلف رفتم بیشتر پیشو گرفتم و با خود استاد لطفی صحبت کردم و ازشون خیلی خیلی ممنونم که ایشون واقعا خیلی زیاد منو کمک کرد تو این مسیر و شروع کردم آروم آروم فایل‌ها رو گوش دادن و تمرین کردن و بهش عمل کردن و خدا رو شکر تا به امروز خیلی خیلی به من شخصا کمک کرده و من فکر میکنم نیاز تمام کسایی هستش که نه تنها حالا من برای مسابقاتم بهونه‌ای شد برای مسابقاتم ازش استفاده کردم، ولی الان تو مسیر زندگیم خیلی بیشتر داره به دردم میخوره و ورزش شده یه بعد خیلی کوچیک‌تر، یعنی نسبت به اون قضیه یعنی خیلی تبعات خیلی بهتری برای من داشتش. الحق و الانصاف ایشون خیلی چون با اراده بود تمام تمرینات رو انجام داد و اون مشکلاتی که مطرح میکرد الحمدلله رفت به برکت قرآن. این نکته میخوام راجع به آقای برخورداری بگم، نمیدونم درست هست یا نه، شما بفرمایید. آقای برخورداری به نظرم مسئله داشت و مسئلهش رو فهمیده بود، نیاز واقعیش رو فهمیده بود، درد داشت، دردمند بود، یه پروژه‌ای داشت. آره و به نظرم مهمترین عاملی که باعث شد ویژه از این مباحث استفاده ببره همین نکته این بود که برای تفریح و تفنن این فایل‌ها رو گوش نکرد، برای مسئله مشخص اومد سراغ فایل‌ها، نتیجه‌ش هم گرفت. یعنی میخوام نتیجه بگیرم آقا هر چقدر ما این مسئله داشته باشیم، بدونیم که چیکاره ایم، بدونیم نیازمون چیه و با یه نیت خاصی بیایم سراغ این فایل‌ها، احتمالاً خیلی بیشتر بهره خواهیم برد. بله خب یه جمع‌بندی بکنین این جلسه رو. من جمع‌بندی کنم شما چشم. کار سختیه ولی چشم. ابتدا این جلسه مطرح شد که روش‌های آموزش حوزه تلاوت و حفظ خب پیشرفت زیادی داشته و سیر مشخصی براش تقریبا تعریف شده، اما جای خالی تربیت بسیار احساس میشه و ما تا الان تقریبا میتونیم بگیم سیر مشخصی برای
این مباحث نداشتیم و خب این آفاتی رو برای قاریان و حفاظ عزیز ما به وجود آورده. اینکه چه باید کرد، 2 پیشنهاد مطرح بود. یکی اینکه بریم دقیقاً سراغ اون چالش‌ها و مسائلی که ما اونها رو میشناسیم و ازش داریم میرنجیم، به نوعی دونه دونه اونها رو مطرح کنیم، ریشه یابی کنیم و راهکار ارائه بدیم. راه دومی که جناب استاد پیشنهاد فرمودن این بود که بریم سراغ یک سری مباحث اصلی و اساسی که در اثر یادگیری اونها و اینکه اونها تبدیل بشه در ما به یک مهارت اخلاقی و تربیتی، بسیاری از این چالش‌ها چه در حوزه حالا تلاوت و حفظ چه در حوزه‌های دیگر زندگی خود به خود مرتفع خواهد شد. بله، در واقع هدف این دوره به طور مشخص اینه که ما از تربیت در بحث حفظ و قرائت قرآن بهتر استفاده کنیم و بیشتر استفاده بکنیم و بسیاری از اون ناراحتی‌ها و رنج‌هایی که در مسیر ممکنه پیش بیاد رو تبدیل کنیم به یک فرصت و یک موقعیت برای بیشتر لذت بردن. انشالله. بسیار مشتاق ادامه راه هستیم. آقای لطفی، سوال مهم، این محتوا مخاطبش کیه؟ بله، به طور مشخص ما سعیمون اینه که برای قرا و حفاظ بالای 15 سال تقریبا بله و این عزیزان در نظر گرفتیم. البته سنین پایین‌تر هم با کمک والدینشون، با کمک مربیشون میتونن از مباحث استفاده بکنن، ولی خب خیلی سخته دیگه برای بچه 9 ساله هم صحبت بکنیم تا کسی که استاد 20 سال است مثلا. بله. یا بزرگ ساله. بله خیلی سخته. ما حدود اون متوسط قرا رو در نظر گرفتیم، ولی برای بقیه سنین و مقاطع هم قابل استفاده است. انشالله. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما. پس انشالله از جلسه آینده میپردازیم به اولین توصیه و مبحث اساسی در حوزه تربیت. انشالله. امیدوارم که این جلسه مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا جلسه آینده، خدا یار و نگهدار.